فکر کنم زبونشون عربه؟ زبونشون که عربیه. عربیه. زبون مردم فکر کنم عربی باشه. عربی باید باشه. تخیلی دیگه، شوخی تخیلی. نه عربیه بابا، چی تخیلی؟ زبونشون عربیه، بعد مسلمون هم توشون پیدا میشه. وقتی میگم مصر فقط یادت چی میفته؟ اهرام سلاسه تاریخیه. اهرامای مصر. بیشتر هرم و فرعون و اینجور چیزاش. فرعون و حضرت یوسف و چیزای یهو میاد تو ذهنم میچرخه. تاریخی که داره یاد اهرام مصر. خدایان باستانش، اهرام ثلاثه، گربه، کویر، شتر. دریای شکافته شده توسط حضرت موسی. نیل. یاد فوتبال. فرعون. محمد صلاح. یوسف پیامبر. زلیخا. اهرام ثلاثه. محمد صلاح. کشور مصر که اهرام ثلاثه و کتیبه‌هایی که کلا مرتبط به اون هنر دنیای مردگان و اهرام ثلاثه. مصر باستان. یوسف پیامبر. فرعون. زلیخا یا کتایون ریاهی؟ این قشنگه. اهرام. من یاد مار میافتم. مار. چرا مار؟ چون خیلی میبینم زیاد. یه تابلوش هم دارم اون مصری. ماری که مار و اینا دارم. نظرت راجع به مصر چیه؟ مصر از چه لحاظ؟ نظری نره. به نظرم باید آدمای جالبی باشن. آدمای جالب و با کلاسی باشن. راجع به این ایلومیناتی و نمیدونم اهرامش خیلی خوندم ولی زیاد تاریخ خودش و شاهش و اینا نه. با ایران بچه مشترکای زیادی داره. اولا که از نظر حالا تاریخ غنی که زیادی با ایران داره. فقط فرقش اینه که زبونش عوض شد که ایران اینطوری نبود. دیگه چی میدونی هم مصر کلا؟ مصر خیلی مرموزه. یه رازایی توش هست که هنوز کشف نشده. اعراب حمله کرد به ایران، به مصر هم حمله کرد. بنی فاطمیون حمله کرد به مصر و کلا یادش رفت، اون حالت فرعونیشو یادش رفت. تریپ اسلامی داره. مثل ما که حالت کوروش مانند اون یادمون رفت، اونم فرعونشون یادش. فرهنگ قشنگی داره، آیینش خیلی باستانیه، کشور تاریخی و قدمت‌داریه. فکر کنم همون اهرام مصر باشه و اهرام ثلاثه باشه و اهرام مصر قطعاً. هرم جیزه فکر کنم. بعد رود نیل. میدونی قیافه مردم مصر چجوریه؟ دیدی؟ شبیه دیگه زلیخا و اونور اینا میشن دیگه. آره. هر کل چشای خوشگلی دارن. همه جوره هست فکر میکنم، مثل لبنان باشه دیگه. چیه؟ بور. بورن؟